ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. ما شما الحمدلله در سپاره 22 در سوره یاسین رسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه تسمیه سوره یاسین از حروف مقطعات است که در اول از این سوره ذکر شده و سوره مکی هست و سوره های مکی ما و شما میفهمیم که از خواص سوره های مکی امو دلایل وجود و وحدانیت الله هست و رد شرک و کفر و آنچه که مشرکین و کفار دارن بر از اینا رد میکنن. در این سوره مبارکه الله متعال در آغازش بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم شهادت میده و بیان میکنه که وقتی اونا در قسمت رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم شک میکنن پس اینا در اشتباه بزرگ هستن. بسیاری کسا در سنت و در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در رسالت از او شک میکنن و از مقتضیات توحید همی هست که وقتی یک انسان میگه من موحد هستم و یکتا پرست هستم، این انسان نمیتونه یک مؤمن واقعی باشه تا زمانی که بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان نداشته باشه و زندگی خود مطابق سنت و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم آراسته نسازه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین از جمله حروف مقطعات است، یا و سین. والقرآن الحکیم، قسم است به قرآن با حکمت. الله متعال به آن چیزای قسم میخوره که او بسیار با عظمت است. گاهی به ذات ذوالجلال خود قسم یاد میکنه و آل به کلام با عظمت خود و با کلام با حکمت خود قسم یاد میکنه. و وقتی قسم گفته میشه، قسم به معنای شهادت هم است. یعنی الله متعال شهادت میده که این قرآن که است کلام الله هست و با حکمت است. یعنی اگر کسی میخواد که زندگی حکیمانه داشته باشه، با حکمت زندگی بکنه، باید پیروی از قرآن و سنت بکنه. حکمت در قرآن است و حکمت در سنت است. الله متعال وقتی قسم یاد میکنه به قرآن عظیم الشان که قرآن کتاب با حکمت است، انک لمن المرسلین، الله متعال جواب قسم میده. وقتی قسم گفته میشه اونجا جواب قسم است که انک، یقینا که تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لمن المرسلین از جمله مرسلا هستی، یعنی از جمله پیغمبرا هستی. پس این رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت میکنه و شهادت الله هست و حکم الله هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم یقینا از جمله پیغمبرا هست. پیغمبری هست که الله میگه به راه راست است، علی صراط مستقیم. یعنی پیغمبر الله شهادت میده که راهی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم میره راه نیست که دو کدام اشتباه و غلطی باشه و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم دو کدام غلطی و اشتباه نیست، بلکه کل از اینا شما را به کدام طرف میکشونه؟ به راه راست، علی صراط مستقیم. به راه راست است رسول الله صلی الله علیه و سلم. تنزیل العزیز الرحیم، این قرآن عظیم الشان نازل شده از جانب الله که العزیز غالب است، الرحیم بسیار مهربان است. بعضی کسا وقتی که بعضی کسا هست که غلبه نمی داشته باشه و بعضی کسا هست که بعضی اوقات قدرت پیدا میکنه، باز او رحمت از قلبش دور میشه. الله متعال در عین حالتی که ذات با عزت است و با قوت است و غالب است، الرحیم بسیار مهربان است. پس قوت خود و قدرت خود و عظمت خود بر رحمت بر بنده های خود استفاده میکنه. لتنذر، هدف از نزول قرآن عظیم الشان چی هست؟ الله متعال میگه لتنذر قوم ما انذر آباهم، تا بترسانی قومی را که
ما انذر آباؤهم، ترسانده نشده پدرانشان، فهم غافلون، اینا غافل هستن. پدرانشان قرآن نمیفهمیدن، بالای از اینا نازل نشده بود. یک وقتی که کتاب و صحائف بالای ابراهیم علیه السلام نازل شده بود و بالای موسی علیه السلام نازل شده بود و بالای عیسی علیه السلام نازل شده بود، این عرب هایی که در این منطقه بودن یا حتی عمودین ابراهیم علیه السلام با گذشت زمان فراموش کردن. یک شخص به نام عمرو بن لحی رئیس قبیله بنی خزاعه بودی، آمد امو مکه مکرمه را، وقت هر قبیله مثل یک مملکت واره بود، ملوک الطوایفی را میگفتن، در هر قبیله بود. بالاخره این قبیله بنی خزاعه آمدن و مکه را قدرت گرفتن، قدرت سیاسی را. وقتی که قدرت سیاسی را گرفتن گفتن خلاص قدرت قانونی و دینی هم به دست ما دیگه، ما کلان کل چیز هستم، کعبه پیش ما هست، حجر الاسود پیش ما هست و چیزایی که از کلش پیش ما هست. این یک سفر به شام کرد. وقتی که به شام رفت امی عمرو بن لحی پرسان کردن که شما چی کار هستین؟ گفتن والا ما خو رئیس بنی خزاعه بودم، حالا فعلا رئیس کل امی منطقه هستم، به حساب کعبه و مکه و یا کلش زیر دست ما هست. این مردمای بت پرست وقتی که دیدن که اوه هو این خو آدم چی است، این به حساب رئیس قبیله هست، بین که ما یک کار دیگه بکنیم. این بسیار استقبال کردن. چه قسمی استقبال کردن؟ گفتن بیاین که هر کسی که است میخواد که همون رهبریه و لیدرشپ وقتی که در جای میره میخواد که تحت تاثیر خود قرار بده. این را گرفتن بردنش میمانیا دادن و قصرها را برش نشان دادن و جایا را نشان دادن. و مردمای عقب مانده همیشه عادت دارن وقتی که در یک مملکت دیگه میرن که وای کمک تعمیرای خوبش دارن، کمک ساختمانای خوبش دارن، کمک مثلا در تکنولوژی دسترسی دارن، یا فکر میکنن دیگه که یا کل چیز دیگه بسیار عالی هستن. اما برعکس از اون ما رفتیم در هندوستان تعمیرش بسیار لوکس است، اما عقیدهشان که سعی کنی یک دانه شتر فیل عبادت میکنه. سعی پروفسور اینجا که باز آمد فیل پرستش میکنه، گاو پرستش میکنه. در علم طب از عقل خود کار گرفته، لکن در عقیده خود از عقل خود هیچ کار نگرفته. حتی بعض افغانای ما و شما که شاید این بره تحت تاثیر از اونا شوه که اینا یا چقدر تعمیر دارن و چقدر طبشان پیشرفته است، چقدر کامپیوتر خوبش دارن، اما وقتی که بری که با اونمو پیشرفت تکنولوژی از نگاه عقلی و از نگاه دینی در تحت صفر هستن. دوی که گپ بزنیم میگن این ما گپ نمیزنیم، این پدرای ما چیزی که کردن خلاص اونمو کار پدرا رو میکنیم، این مثلا ما جرا بحث نمیکنیم. اگه در طب جرا بحث میکنی که جرا بحث میکنیم، در حالی که باید از نگاه دینی جرا بحث بکنن، از عقل خود انسان کار بگیره که همین آیا عقل تقاضا اجرا میکنه که ما انسان با کرامت بخیزم در مقابل یک شادی یا در مقابل یک گاو خدا پرتم یا گندگی های گاو بخورم؟ این تو مشکلات دارن. عمرو بن لحی وقتی که رفت متاثر شد به چی؟ متاثر شد به می افکار و چیزای از اینا که اوه چطور است. اینو بردن راستن سرازی از نگاه فکری کار کردن. فلسفه بت پرستی چی است؟ فلسفه بت پرستی اول میگه خب امی خالقی است، خالقی که جهان خلق کرده، میگه ای ما باور داریم. خب شما بت پرستا قبر پرستا الله را میشناسید؟ میگه بله میشناسیم. خیلی چرا پیش از این بت یا قبر میری؟ میگه من سوال تا حل میکنم. حال تو اولی را قبول داری که خالق جهان که هست مثل پادشاه واره هست؟ انسانی که عقل داشته باشه و دین بفهمه میگه نه، این گپ ما قبول ندارم. چرا؟ به خاطر که خالق اگر مثل پادشاه شوه به این معنا هست که پادشاه ظالم است، خالق هم نسبت ظلم به پادشاه میشه. خالق سکرتر ضرورت به خاطر از اینکه چون سکرتر ضرورت داره محتاج است به سکرتر. بادیگارد نباشه مردم پوچاقاش دعوا بالا میکنه، مجبور است یک چند تا بادیگارد داشته باشه. پس خالق پادشاه محتاج است. اگر بگیم خالق مثل پادشاه هست، پادشاه هر کس دربار خود نمیپذیرد بغیر از زوردارا، بس این معلوم میشه که پادشاه چی هستن؟ ظالم است، عدالت نداره. از اول جوابش میگی. اما چون عمرو بن لحی مشکلش چی بود از عمرو بن لحی؟ که این علمیت نداشت، عقیده را نمیفهمید. گفت وقتی بت پرستاش گفتن که الله مثل پادشاه هست، گفت صحیح سر قبول داریم. او بت پرستا و قبر پرستا که همین گپ زدی که گفتی الله مثل پادشاه هست، در حالی که قرآن میگه لیس کمثله شیء. اینا میگه 50% سرازی چی کردم؟ پیروز شدم. 50% دیگه میگه خب حالا این گپ قبول کرد. میگه گپ دوم فلسفه بت پرستی، یعنی اول فلسفه چی است که خالق متعال به چی تشبیه میکنن بت پرستا و قبر پرستا؟
با پادشاه. این دلیل اولشون. دلیل دومشون چی است؟ که میگه حالا که خالق مثل پادشاه شد، شما پیش پادشاه مستقیما رفته میتونین؟ گفتن نه نمیتونیم رفته. نمیتونین رفته؟ گفت نه. چرا؟ به خاطر ازی گفت پادشاه هر کس عریضیش نمیگیره، پس مستقیما پیش پادشاه رفته نمیتونی. چی میکنی؟ میری پیش رئیس دفترش، میری پیش سکرترش، عریضیت به او پیش میکنی. بازو عریضیت را گرفته یا خودت هم که خود میبره یا تنهایی همی عریضیت را میبره به کی پیش میکنه؟ به پادشاه. این گپ معقول است؟ میگه این معقول است. آفرین. پس وقتی گپ معقول است و خودت قبول کردی که خالق مثل کی است؟ پادشاه هست، ما پیش خالق هم مستقیم رفتن نمیتونیم. چی میکنیم؟ اینمی بوت سکرترش است، اینمی بوت رئیس دفترش است، اینمی بوت اینمی قبر که است سکرترش است. ما پیش ازی میریم عریضه خدا برازی پیش میکنیم، عذر و زاری و نیاز عاجزی خدا برازی میگیم، بازی هم عریضه ما را میبره پیش کی؟ پیش خالق متعال. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله. باز که بت پرستا رو میفتن شما چرا بت ها را عبادت میکنن؟ میفتن ما یا عبادت نمیکنیم مگر به خاطر که یا ما را به کی نزدیک میکنن یا ما را نزدیک به الله میکنن، یا دوستای الله هستن، سکرترای دفترش هستن، مقربینش هستن. الله متعال گفت که الله الصمد، الله بی نیاز است. الله بی نیاز است، نیازی به سکرتر و رئیس دفتر گپا نداره. فهمیدین؟ الله اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. الله گفت وقتی که بنده های ما در مورد ما پرسان میکنه، ما به بنده های خود چی هستم؟ قریب هستم. وقتی که الله بر ما قریب است، چه قسم قریب است؟ میگه ما اینقدر قریب هستم با علم خود و با رقابت خود که تو را همیشه مراقبت میکنم، آنقدر به تو نزدیک هستم که از شارک گردنم که بر تو نزدیک هستم. حالا او خالقی که از شارک گردن به من نزدیک است و کل گپای مرا میفهمه، چی نیاز دارم من که پیش یک کس دیگه برم که مرا بر الله قریب بسازم؟ لتنذر قوما، تا که بترسانی قومی را که ما انذر آباؤهم، اونا را نترسانده بود، ما انذر ترسانده نشده بود آباؤهم پدرانشان. یعنی وقتی که عمرو بن لحی آمد و این فلسفه بت پرستی را از مردم شام که وقت رومانی ها تحت تصرف رومانی ها بود از وا یاد گرفت، بالاخره وا برش چی کردن؟ گفتن این فلسفه بت پرستی را قناعت کردی؟ گفت بله صاحب قناعت کردیم. گفت حالا که قناعت کردی چی کنیم؟ گفت آل برات یک تحفه میتیم. این آدمی که علم نداشته باشه میگه چه به علم شیخی که هم دقیقه کفری بس ده. وقتی که به علم شیخی میکنه همین کفرش بس است. این عمرو بن لحی رفت فلسفه بت پرستی را که وقتی پیش الله پیش میشی مستقیم پیش شدن نمیتونی، مجبور هستی پیش بت ها بری، پیش قبر ها بری، بازواری زیت را بگیرن به الله پیش بکنن. این فلسفه را که پذیرفت به اساس بی علمی و بی دانشی و بی خبر از بود از عقیده ابراهیم علیه السلام. اگه او عقیده خودش هم چی میگه؟ ما پیروان ابراهیم هستیم. تو چه قسم پیرو ابراهیم هستی؟ قصه ابراهیم هیچ نمیفهمی. حالا بسیاری که اساس میگه ما پیرو رسول الله صلی الله علیه و هستیم، تا حالا نمیفهمه که خیمه که پیرو رسول الله صلی امیر رسول الله از خود چه قسم میخواد، کدام دعاها را میخوان. رسول الله صلی الله علیه و مثلا جنازه خود چه قسم دفن میکرد، رسول الله صلی الله علیه و در محافل عروسی چی کار میکرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم شب چه قسم عبادت میکرد، روز چه قسم عبادت میکرد، که فرزند خود چه قسم تعامل میکرد، عقیده رسول الله صلی الله علیه و چه قسم بود. بسیاری که اساس فقط همین قسم میگه که یعنی من رسول الله صلی الله علیه و پیروش هستم. پیرو رسول الله صلی الله علیه و خب با فکرش میشی، با عقیدهش میشی، با ایمانش میشی، با اخلاصش میشی، با تزکیهش میشی، با عبادتش میشی، با حکومتی که رسول الله صلی الله علیه و ساخت با این میشی، با ولا و برا میشی، دوستی دوستای الله، دشمنی دشمنای الله. یا میگه نه والا ما رسول الله صلی الله علیه و دوست دارم. عمرو بن لحی میگه من ابراهیم علیه السلام دوست دارم. و گفتن خلاص که دوست داریم ما در دوستیت مخالفت نداریم. این یکی از دوستای الله گفت کی است؟ این بت ها هست. یک دانه بت برش دادن به نام هوبل. این هوبل از چی جور شده بود؟ از یاقوت سرخ. تا بالا مردم میگم یاقوت که بسیار چی هستن؟ یاقوت بسیار سوچه است. دو وقت مردم میفتن سوچه است. از کجا سوچه است؟ به خاطر که هوبل از چی جور شده بود؟ از یاقوت سرخ جور شده بود. بازی را آورد. اولین کسی که بت آورد در پالوی کعبه ماند، مردم هم دیگه عقیده یادشان رفته. این بزرگوار ما آمد. از کجا آمد؟ از شام آمد، از سفر آمد. این از زیر چپرند چی آوردی صاحب؟ این برتان یک چیز توفیق نآوردیم. آورد امی هوبل در پالوی کعبه گذاشت. مردم برشان گفت که اینی سکرتر الله هست، رئیس دفتر الله هست. اگر شما میخواین که به الله نزدیک شوین، شما چی کنین؟ از نزدیکیتان اگر میخواین که به الله نزدیک شوین، پس شما لطف بکنین بیاین اول پیش نمی بت
و برازی عریضه تان بتین، نظر تان بتین، قربانی تان بتین. اینا که دادین بازی بت‌ها بخیر شما را چی میکنن؟ شما را به الله میرسن. الله متعال میگه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم لتنذر قوما، تا بترسانی قومی را که ما انذر آباهم ترسانده نشده بود آباهم پدرانشان، برشان پیغمبر نامده بود بعد از ابراهیم علیه السلام. فهم غافلون، یا تقریبا چندین سال است که پدرای از آدمی غفلت زندگی میکرد. بعضی کسا هست که پدرای ما والا بسیار خوب است، بسیاری وقتا باز که سال کنی که پدرش، حال بسیاری کسا افتخار میکنه آیا پدرای ما دین نمیفهمید؟ آیا پدر کلانای ما دین نمیفهمید؟ لتنذر، تا که بترسانی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم قومی را که ما انذر ترسانده نشده بود آباهم پدرانشان. فهم غافلون، بسیاری از اینا غافل هستن. مثلا نمیاره وقت بسیاری وقتا ما و شما از پدرها و پدر کلانای خود پرسان بکنیم، از مادرها و مادر کلانای خود پرسان بکنیم، بگیم شما حداقل یک سوره ترجمه قرآن یاد دارین؟ تو پدر کلان مستی، پدر کلان مستی، پدر مستی، با سر چشم احترامت بیاد دستای تا ماچ میکنم. همین قرآن یک سوریش ترجمهش خواندی؟ و میگه بچه می گپا هیچ نبود او وقتا. این گپا را مردم نو کشیده. از ما دین ما نمود. دین چی هست؟ پدری هست. هر چی که از پدران ماندگی بود. دین ما یعنی شوله پختک و الوا پختک و ختم بکو، خیرات بکو، نان بخو، یعنی کارا را بکو. این کلش نمی دین داری است. اما ای که تو قرآن بگیری و پیشرویت باز بکنی و درس قرآن بخوانیم، ای گپا نیست. این الله متعال میگه ای کسایی بودن که پدرایشان هم کس برشان دین صحیح درست نفهمانده بود. حتی از میگفتن ما پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم. ابراهیمی که در جوانی خود در سر شانه خود تبر گرفت و رفت کل بت‌ها را شکستان بغیر از یک بتشان و کت قوم استدلال میکرد و بت پرستی را از بین میبرد. یا میگه ما پیروان از ابراهیم هستیم، بازیا 360 دانه بت مانده بودن به نام کی؟ به نام ابراهیم علیه السلام. این مجسمه ابراهیم علیه السلام هم جور کرده بودن در داخل کعبه. وقتی که رسول الله مکه مکرمه را فتح کرد، در وقت فتح مکه رسول الله صلی الله علیه و سلم 360 بت که از بین بردن در داخل کعبه داخل شدن، 2 دانه مجسمه بود. مردم گفتن خب ایران مشکلانی، یکیش مجسمه ابراهیم علیه السلام است، دیگه‌اش از اسماعیل علیه السلام. گفت در اسلام مجسمه پرستی نیست، از هر کسی که باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله خود دموجا انداخت دمی گردن از می مجسمه میدهش کرد. اما این مردم چی میگفتن؟ ما پیروان ابراهیم هستیم، ما نواسای ابراهیم علیه السلام هستیم، اما به نام ابراهیم علیه السلام، نام از ابراهیم علیه السلام، عملشان از کی؟ از بت پرستان. این مشکل بود. لقد حق القول على اکثرهم، الله متعال لقد یقینا که حق ثابت شده القول سخن على اکثرهم بالای بسیاری از ایشان، فهم لا یؤمنون، پس اینا ایمان نمی آورند. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، الله متعال میگه به خاطر که یا دشمنی سخت با کتاب و قرآن و سنت داشتن، میگه در گردن از یا به خاطر دشمنیشان ما در گردن از یا چی را انداختیم؟ اغلالا توقها را، فهی الی الاذقان، که این تا زنخ یک چیزا را انداختیم که تا اینجایشان است، اما تو بسته کدگیست. فهم مقمحون، پس یا سرهای خود چی کده؟ سرهای خود را اما تو امی قسمی گرفتن. این تکبرشان از خاطر چی است؟ چون یک نفر که بسیار کافر شد و بیدین شد و الله او را از بارگاه خود، از دین خود، از عقیده توحید محروم ساخت، باز این رو تو یک حالت سرش میگه که این دیگه هیچ چشمش کار نمیکنه، عقلش کار نمیکنه، قلبش کار نمیکنه. الله میگه لهم قلوب لا یفقهون بها. اینا رو میگم در گردن از مثل که ما تو یک چیز رو انداختیم که یا دیگه ما تو سنت لق سایل میکنم و دیگه انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان، ای امی زنجیرهایی که در گردن از اینا انداخته شده، فهی الی الاذقان، این میگه تا زناخ یا تو بسته گرفته. فهم مقمحون، پس یا چی هستن؟ اما تو مقمح چی مانه؟ کسی که سر خود بلند میگرفته باشن. و جعلنا من بین ایدیهم سدا، در مقابلشان هم دیوار قرار دادیم، و من خلفهم، از پشت سرشان هم سدا دیواری هست. فاغشیناهم، پس پرت کردیم، پوشاندیم اینا را. فهم لا یبصرون، هیچ یا حق نمیبینن. وقتی که یک نفر چشم داشته باشه لکن الله بصارت از او را گرفته باشه، یک نفر لق چشم داشته باشه چیزی را دیده نمیتونه، یک نفر گوش خوب کتا گوش داره لکن نمیشنوه، مثل گوش حیوان واره. گاو چقدر گوشش، فیل چقدر گوش کلان داره، گوش از این مثل هم گوش فیل وارست. اون فقط هر قدر که برش گفته بری و هیچ نمیشنوه.
این الله متعال میگه حال وقتی که این مردم این قسم هستن در مغزش در عقلش کلش به اساس تکبر و غرور و دشمنی که با الله کردن، الله متعال اینا را اتو برش ساخته که دیگه این هیچ چیز نپذیره بان که در دشمنی خود چیز باشه. الله غنی هست. الله متعال میگه و سواء علیهم و مساوی از بالایشان انذرتهم که اینا را بترسانی ام لم تنذرهم یا نترسانیشان لا یؤمنون ایمان نمیارن. چرا؟ به خاطر اینمی دلیل تکبر کرد. یک انسان بیدینی میکنه الله متعال میگه یک گناه کردی یک نقطه سیاه در قلبت پیدا میشه، توبه کردی این نقطه پاک میشه، نکردی نقطه مان، گناه دوم 2 نقطه، گناه سوم 3 نقطه. از این خاطر شیطان امی قسم آیسته کار میکنه، 1 نقطه و 2 نقطه و 3 نقطه از صغایر شروع میکنه، نقطه یکای خرد باز در کبایر می، باز نقطه های کته بالاخره در شرک و در کفر می که قلب کلش سیاه میگرده. که قلب سیاه شد اینجا باز یک مهر کلام در قلب زده میشه که 100 برش دین تبلیغ بکنی ایمان برش بگویی باز نمیپذیره. و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. انما الله متعال میگه یقینا که ای رسول الله صلی الله علیه و آله تنذرو تو میترسانی من تبع ذکر، کسی که متابعت از ذکر میکنه. ذکر چی هست؟ قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و خشی الرحمن بالغیب، هم قرآن میخونه و هم سنت میخونه. و خشی الرحمن بالغیب، از غیب چی میترسه؟ غایبانه از الله میترسه، از قیامت، از عذاب قیامت، از جنت، از دوزخ خوف داره. اینی انسانی که انت ایمان داره فبشره بازور بشارت بده به مغفرت، به بخشش و اجر کریم و اجر بسیار بزرگ. ان الله متعال میگه نحن نحی الموتى، الله میگه ما با عظمت خود، با قدرت خود، با کبریای خود نحی الموتى زنده میکنیم مرده ها را و نکتبون و نوشته میکنیم ما قدموا، آنچه را که اینا پیش فرستاده اند، هر چیزی را که کرده اند با قدرت خود ما نوشته میکنیم. و آثارهم، و تمام آثار از اینا را کلش پیش ما هم موجود و ثبت شدگی هست. و کل شیء، و هر چیز را احصیناه ما محفوظ کردیم، احصایه کردیم، فی امام مبین در کتاب آشکارا. کل چیزی که از اونجا کلش ثبت است، درج است. تو اگر یک چشمت هم شورک داده باشی اونمو هم اونجا ثبت است. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه، حالا مثال بیان میکنه شما ببینین مردم ها مقایسه میکنن، ببینین مردم های بیدین و دیندار و نتیجه بیدین و نتیجه دیندار چی میشه. واضرب لهم و مثال بتی برشان، بیان کو برشان مثلا یک مثال را اصحاب القريه، از اصحاب یک قریه، از جاءها وقت اقامت پیششان المرسلون پیغمبران، اذ ارسلنا الیهم اثنین 2 پیغمبر برشان فرستادیم فکذبوهما اردوش تکذیب کردن فعززنا بثالث، باز میگه او را ما تقویت کردیم با چی؟ با سومی، پیغمبر سومی رو برشان فرستادیم. فقالوا انا الیکم مرسلون، امیار 3 پیغمبرها بر از یا گفتن که او مردم ما بر شما از جانب الله فرستاده شدیم. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، یا دلیلشان چی بود؟ گفت شما اگر ملائکه میفرستاد ما قبول داشتیم، شما مثل ما ور یک بشر هستین. و ما انزل الرحمن من شیء، الله هیچ چیز نفرستاده. این انتم الا تکذبون، شما نیستین مگر دروغ گویا، شما دروغ میگین. قالوا گفتن پیغمبرها که ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، الله میفهمه که الله عالم است و میدانه که انا الیکم لمرسلون، که ما به طرف شما فرستادیم. و ما علینا الا البلاغ المبین، ما خالی کدام کور چپا نمی کنیم که ملائکه را برای شما بیاریم، کدام طوفان خو نمی کنیم که ملائکه بیاریم. ما آمدیم پیش شما فقط به خاطر که تبلیغ بکنیم به شکل آشکارا، و به خاطر از بشر آمده که شما زبانش بفهمین، عادتش بفهمین، خویش بفهمین، امرایشان بشین. قالوا انا تطیرنا بکم، گفت نه ما شما را فال بد گرفتیم. این مردم های بیدین که همیشه در فال یقین می داشته باشه، ما والا سر شما فال بد داریم. لئن لم تنتهوا، اگر شما منع نشدین لنرجمنکم، شما را سنگسار میکنیم. دعوتگر همیشه این قسم است. لنرجمنکم، شما را سنگسار میکنم. او لیمسنکم، یا بر شما میرسد منا از جانب ما عذاب علیم، بسیار عذاب دردناک، اطلتتان کنیم، ات بندیتان کنیم، ات جزاها بتیمید که دلتان سیاه شوند. قالوا، این پیغمبرها گفتن طائرکم معکم، این بدفالی شما، این طائر از طیر گرفته شده. طیر چی رو میگن؟ پرنده رو میگن. بسیاری وقتا همین بدفالی و ترا از چی میشد؟ از پرنده میشد. اینا 3 تا پرنده رو اعلام میدادن، اینی کارا میکنیم. همین چطور است؟ اگه پرنده طرف راست میرفت میگفت نه که چطور است، اگه رو برو میره باز میگفت اینی کارا میکنیم، اگر این طرف میره باز میگفت نه والا نمیکنیم. یعنی که پرنده علم غیب داره.
باز وقتی که یک کس میامد باز میگفت ما پرنده خدا سر تو چی کردیم الا دادیم. پرنده ما والا ما را گفت که تو گپ درست نیست. این به گپ پرنده خلاص پیغمبر را رد میکردن. بسیاری کساس قرآن و سنت به خاطر چی رد میکنن؟ فالبین این تو گفت، تعویذگر این تو گفت، جادوگر این تو گفت، ای برای ما این تو گفت. وقتی که وجبی آیت قرآن تو میگه نه 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 نه، او بسیار شخصیت کلان است. او تو یک فالبین است، او تو یک آدمی است که از قلبت گپ میزنه. این پیغمبرها برشان گفتن قالو گفتن طائرکم معکم، این بدفالی شما معکم به نزد خودتان باشه. این ذکرتم آیا بر شما نصیحت شده هست؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکه شما قومی هستین یا مردمی هستین بسیار اسرافکار. و جاء من اقصى المدینه رجل، آل یک شخص دیگی دیندار و متدین آمد بر از اینا، از او آخر قریه آمد پیش از اینا. و جاء و آمد من اقصى المدینه، از آخر شهر، رجل یک شخص یسا که بسیار سعی و تلاش میکرد میدوید تیسیز. قال گفت یا قوم ای قوم من اتبعوا المرسلین،